سلام رفقا، به جلسه دوم از آموزش ورد خوش اومدید. توی جلسه قبلی با تکنیک‌های کار با متن آشنا شدیم و فهمیدیم این که چطور میشه یک کلمه یا جمله یا پاراگراف رو کپی کنیم، کات کنیم و یا اونو هر جای متنمون جایگذاری کنیم. با شیوه استفاده از فرمت پینتر هم آشنا شدیم، اما توی این جلسه به ادامه آموزشمون میپردازیم. همونجایی که میبینید قسمت پیست یه بخش داره به اسم پیست آپشن که زیاد کاربرد خاصی نداره، ولی یه سری نکته از این مورد داخل کانال هم واسهتون قرار میدم تا شما اگه دوست داشتید مطالعه. اما قسمت کلیپ بورد چی میگه؟ وقتی که من روی قسمت کلیپ بورد کلیک کنم یه بخش سمت چپ واسه من باز میشه که به من چیزایی که از قبل کپی کردم رو نشون میده. به عنوان مثال من اینجا یه شکل کپی کردم، یه سری نوشته، یه سری کلمه کپی کردم. حالا اگه بخوام هر کدوم از اینا استفاده کنم داخل متنم، به راحتی میتونم هر جای متنم پیستش کنم و جایگذاریش کنم. کنارش کلیک میکنم و گزینه پیست رو میزنم. و اگه بخوام متن کپی شدم حذف بکنم، کلیک میکنم و دیلیت میکنم. اگه بخوام تمام چیزهایی که کپی کردم رو پیست بکنم کنار متنم، از پیست آل استفاده. ولی اگه بخوام تمام چیزهایی که کپی کردم رو پاک بکنم، از کلیر آل استفاده. این تمام توضیحات بخش کلیپ بورد. تا اینجای کار بخش کلیپ بورد رو کامل توضیح دادیم. حالا بریم سراغ بخش ادیتینگ. شما فرض کنید که این متن حدود 50 صفحه‌ای داریم و دنبال یه سری کلمات خاص میگردید تا تغییرات خودتون رو توش اعمال. خب این منطقی نیست که شما جمله به جمله و خط به خط متنتون رو بخونید تا به اون کلمات برسید و بتونید تغییراتش رو انجام بدید. اینجاست که ورد به کمک ما. توی قسمت ادیتینگ اگر روی گزینه فایند کلیک کنیم، یه بخش سمت چپ واسه ما باز میشه که اونجا میتونیم کلمه مورد نظرمون رو بنویسیم تا توی متن برامون پیدا بشه. به عنوان مثال من میگم توی این متن بهم بگو که چند تا ویدیو دارم و کجای متنم قرار. همونجور که میبینید خودش واسه من متنم رو کامل خوند و بهم گفت که 3 تا نتیجه داد. یعنی از ویدیو 3 بار در متن استفاده شده و حالا من اگه بخوام میتونم تغییراتم رو روش انجام بدم. گزینه بعدی استفاده از ریپلیسه. به عنوان مثال من دنبال کلمه ویدیو میگردم، ولی میخوام هر جای متنم که از کلمه ویدیو استفاده شده به کلمه مثل هلو تبدیل شه. اینجا از ویژگی ریپلیس استفاده میکنیم و ویدیو رو توی بخشی که قرار پیدا بشه مینویسیم و پایینش کلمه‌ای که قرار جایگزین بشه رو مینویسیم. find next یعنی اینکه به تعدادی که ما دنبال اون کلمه میگردیم میزنیم میره جلو. به عنوان مثال الان روی ویدیو اولیه و من find next رو بزنم، الان ویدیو دومی رو واسه من انتخاب کرد. اگر ریپلیس رو بزنم، هلو جایگزین ویدیویی میشه که سلکت شده. ولی اگه ریپلیس آل رو بزنم، هلو جایگزین تمام کلمه‌ای میشه که ویدیو هستن. اینجا از من سوال میپرسه که میخوای جایگزین این 3 تا بشه، منم میگم یس و بعد اوکی میزنم. حالا همونجور که میبینیم تمام کلماتی که ویدیو بودن به هلو تغییر یافتن. اما این گزینه مور چیه؟ پیشنهاد من اینه که از این گزینه اصلا استفاده نکنید. یه جوری اصلا کارایی آنچنانی نداره. به عنوان مثال اگه که از مچ کیس استفاده کنید و تیکش رو بزنید، این فقط دنبال کلمه‌ای میگرده که دقیقاً همین ویژگی‌ها رو داشته باشه. یعنی اگه من ویدیو رو با وی کوچیک یا آی کوچیک یا آی بزرگ در متنم داشته باشم، پیدا نمی‌کنه.
یا به عنوان مثال اگه find all word forms رو بزنید میگرده به تمام فعل‌هایی رو که من دنبالشونم بدون توجه به زبانشون پیدا میکنم. ولی خب همون جوری که جلوش نوشته فقط از زبان انگلیسی پشتیبانی میکنه و برای فارسی زبان ها مناسب نیست. بنابراین ترجیح من اینه که کلا از این بخش استفاده نکنید. مهم لپ مطلبه که شما یاد بگیرید. این هم از قسمت ریپلیس. اما قسمت سلکت. قسمت سلکت 4 بخش داره که بخش اول سلکت آله. اگر روی این کلیک کنم تمام متنم واسه من انتخاب میشه و میتونم تغییراتم رو روش انجام بدم. یا به جای استفاده از سلکت آر از کلید میانبر کنترل آ استفاده و تمام متنم واسه من انتخاب میشه. بخش دوم از سلکت آبجکت هست که کاربردش رو الان با مثال براتون توضیح میدم. شما فرض کنید که توی صفحه یه سری شکل دارید که این شکل پشت نوشته هاتون قرار میده و حالا میخواید که شکل رو سلکت کنید، ولی همونجور که میبینید شکل سلکت نمیشه و فقط نوشته ها دارن سلکت میشن. برای این کار از سلکت آبجکت استفاده. توی سلکت آبجکت کلیک میکنم و حالا میام و شکلم رو انتخاب. حالا همونجور که میبینید میتونم شکلم رو تغییر بدم، بالا ببرم، پایین بیارم و یا حتی کاتش کنم که من فعلا نیاز بهش ندارم و کات. سومین بخش از سلکت گفته که کلمه هایی که ویژگی های یکسانی دارن، یعنی رنگ یکسانی دارن، هایلایت یکسانی دارن، رنگ یکسانی دارن رو من میتونم واسه سلکت کنم. به عنوان مثال من میام روی این کلیک میکنم و میام روی سومین گزینه از سلکت. همونطور که میبینید تمام کلماتی که این ویژگی ها رو داشتم واسه من سلکت کرد. اما بخش آخر سلکت چیکار میکنه که میشه گفت تقریبا کاربردیه ولی برای مقاله های بلند و طولانی. شما فرض کنید که من در صفحه 2 تا شکل دارم. شکل و یه شکل. حالا روی چهارمین گزینه از سلکت کلیک میکنم و سمت راست واسه من این پنجره باز میشه. اینجا میتونم انتخاب کنم که کدوم شکل واسه من پنهان بشه و کدوم شکل واسه من نشون داده بشه. به عنوان مثال من میگم که مستطیل نباشه یا اینکه مستطیل باشه بیضی نباشه یا اینکه میخوام هر دوشون نباشن یا که میخوام هر دو باشن. معمولا این برای نوشته های خیلی طولانی و بلند استفاده میشه و من کمتر دیدم که از این روش استفاده کنم، ولی خب خوبه که با جزئیات بدونید. به پایان جلسه دوم از آموزش ورد رسیدیم. امیدوارم که این آموزش واسهتون مفید بوده باشه. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا جلسه بعدی بدرود.